یک آیه یک داستان. یک آیه یک داستان. یک آیه یک داستان. به نام خداوندی رنگین کمان. سلام بر روی بچه های گل و مهربان. حالتان چطور است؟ خوبید؟ خوب، الحمدلله. امیدوارم همیشه خوب و خوش و سلامت باشید. اهل خانه همگی خوبند؟ مادر جان، پدر جان، خواهران و برادران، الهی شکر. انشاءالله که همیشه خبری سلامتی باشه. شکر خدای مهربون که خیلی ما رو دوست داره، همون خدا که میتونه رو کوها برفا بذاره. شکر خدای مهربون که شب و روز و آفرید، یه ماه و خورشید و با هم تو دشت آسمون کشید. شکر خدای مهربون واسه پدر مادرمون، واسه یه زندگی که هدیه داده به هممون، هدیه داده به هممون. سلام بچه ها، ما آمدیم پیش شما تا با هم یک داستان دیگر را بشنویم. من که به صبرانه منتظرم تا داستان امروز را بشنوم. بچه های نازنین، شما هم دوست دارید قصه امروز را بشنوید؟ پس تا پایان همراهی ما باشید. راستی مراقب باشید تا گم نشوید، چون با هم می رویم به بازاری شهر. یک روز سمیه همراه مادر به بازار رفته بود تا چند چیزی لازمی را بخرند. بازار نزدیکی بزرگترین مسجد شهر است. در میانه بازار یک حوض زیبا و پر از آب قرار دارد که مردم در اطرافش می نشینند و استراحت می کنند. سمیه بعد از 1-2 ساعت گردش در بازار که کمی خسته شده بود به مادرش گفت: مادر جان، از بس که راه رفتم پایم کم درد میکند. خسته شدم. مادر گفت: عزیزم، پس بیا رویم لب حوض تا کم بنشینیم و خستگی بدر کنیم. خوب مادر جان. آنها وقت لب حوض نشستند به آسانی می توانستند قبه مسجد را ببینند. در همین لحظه نسیم خنک وزید و کمی گرما و خستگی را از تن آنها بیرون کرد. مادر در حالی که نگاهش به قبه مسجد بود به سمیه گفت: سمیه جان، آنجا را ببین، قبه مسجد را دیدی؟ میدانی عزیزم، هرگاه که به مسجد نگاه میکنم و یا صدای قرآن خواندن و دعا خواندن را میشنوم، در درونم خیلی احساس آرامش میکنم. یادت هست چند روز پیش که بیبی جان را در خواب دیده بودم، چقدر یاد کرده بودم تا اینکه پدر جانت قرآن خواندند و وقت گوش کردم دلم آرام شد. سمیه در حالی که لبخند شیرین بر لب داشت به مادرش گفت: بله مادر جان، یادم هست. من هم مثل شما صدای قرآن خواندن پدر جانم را خیلی دوست می‌دارم. مادر جان، من هم هر وقت که سرم را در آغوش شما میگذارم و شما مرا سیله و نوازش میکنید، فکر میکنم بزرگترین و زیباترین هدیه را به من دادند. اونقدر خوشحال میشم که خیالم مثل یک فرشته بالای ابرها پرواز میکنم. مادر جان، شما مهربانترین هستید. عزیزم، من هم دختری با محبتم را خیلی خیلی دوست می‌دارم. ما هرچی داریم از خداوند داریم، حتی مهربانی. می‌دونیم مادرها چرا مهربانند؟ نه. دختری خوبم، خداوند مانند یک خورشید بزرگ است که وقت نورش به دل ما آدم‌ها میتابد، ما هم مهربانی میکنیم. پس وقتی که خداوند میخواهد فرزند به مادر دهد، اول کمی از محبتش را در قلب مادر میگذارد.
آنگاه به دستش کودک را می سپارد. در حقیقت مهربانترین خود خداست. ساعت نزدیک ظهر بود و خورشید همچنان میتابید. زیر نور آفتاب قبه مسجد می درخشید. سمیه با خوشحالی فریاد زد: مادر جان، آنجا رو ببین، چقدر مسجد زیبا شده است. مادر هم لبخند زد و گفت: بله، خیلی زیباست. سمیه جان، حالا که کم استراحت کردیم بهتر است برخیزیم و زودتر به خانه برگردیم. خب مادر جان. بچه ها، از داستان امروز خوشتان آمد؟ مهینه جان، شما چه طور؟ بله، خیلی زیبا بود. بیبی جان من هم همیشه میگویند که خداوند از همه مهربان ترین است و همیشه ما را در سختی و مشکل کمک میکند. بله عزیزم، بیبی جان راست گفتند. ما آدم ها هر وقت احساس تنهایی یا ناراحتی داشته باشیم می توانیم با به یاد آوردن خداوند احساس خوب و خوش را درونمان ایجاد کنیم. چرا که خود خدا در قرآن گفتند: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. مهینه جان، شما معنی این آیت را می دانید؟ بله، یعنی دلهای ما با به یاد آوردن خدا آرام می شود. این را هم از بیبی جانم یاد گرفتم. آفرین به شما دوستی نازنینم و هزار رحمت به بیبی جانتان که اینقدر حرفهای خوب را به شما یاد می دهند. خب بچه های عزیز، برنامه امروز هم تمام شد و اکنون وقتی خداحافظی است. دوستان خوبم، تا یک برنامه دیگر، خداحافظ. خدا نگهدار گلگلای شیرین. خدا به هر انسانی، تو سخن خدای الرحمانی، زیباترین سرود لبای ما، تو بهترین کتاب ما قرآنی، روشنی هر راه مستقیمی، امید قلب خسته یتیمی، بهشت مؤمنان حق پرستی، تو ایز جنت خدا نسیمی، بخشنده همچون قطره بارانی، تو بهترین کتاب ما قرآنی، تو هدیه خدا به هر انسانی.